فعال مدنی را از بدخشان که در شرایط مرموز دستگیر و پس درهای بسته زندانی شدند از بازداشتگاه دوشنبه به موث نظامش سنگین حجت بردند. اورز وزیربیکوف 16 سال و رمزی وزیربیکوف 13 سال از آزادی محروم کرده شدند. در ماه نوامبر سال 2022 آنها را به اشتراک در اتحاد جنایی و دعوت در اینترنت برای به زوری گرفتن حاکمیت گناهکار دانست. خودشان و پیوندانشان حکم را بی اساس نامیدند. نزدیکان اورز وزیربیکوف روز 3 ینور سال 2023 به رادیوی آزادی گفتند آنها روز 28 دکمبر سال 2022 از پایتخت به موث خوجند برده شدند. مسئولان زندان اجازه ندادند که ملاقات کنند. گفتند تا 2 هفته دیگر در کرانتین هستند. گفت یکی از پیوندان اورز وزیربیکوف. او اینچنین گفت زندانبانها غذا و لباس گرم را گرفتند تا به آنها برسانند. نمایندگان زندان شهر خوجند تا این دم برای شهر موضوع دسترس نبودند. اورز وزیربیکوف یکی از رهبران پرنفوذ جمعیت زادگان بدخشان در روسیه به شمار می رفت. همنسب او رمزی وزیربیکوف بلاگر بود و با تخلص رمزی شوگونوف در شبکه‌های اجتماعی درباره بدخشان مطلب‌ها نشر می‌کرد. اورز و رمزی وزیربیکوف در آخر ماه ایول سال 2022 در فرودگاه دمدیدوف مسکو ناپدید و دیرتر در دوشنبه پیدا شدند. آنها در یک نوار گفتند که اختیاری به کشور برگشتند. نزدیکانشان گفتند ویدیو صحنه‌سازی مقامات است. پیوندان اورز و رمزی وزیربیکوف در این مدت بارها درباره قانون شکنی هنگام تفتیشات نیز صحبت کردند. مقامات واکنش نشان ندادند. بعد از تظاهرات و ناآرامی‌های ماه مای سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان که با مرگ 10 نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان 100 نفر از جمله 10 فعال مدنی را دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندان و حبس ابد محکوم کردند. محکوم شده‌ها و نزدیکانشان میگویند گناهی نکردند و اتهامات بی اساس است.